وجود داره اما نمیبینیمش، اثرش هم میذاره اما بازم نمیبینیمش. ماده تاریک. آقا سلام، ایلیا هستم، به کانال من خوش اومدید. امروز قرار راجع به یه موضوعی صحبت بکنیم که خیلی ساله فیزیکدان و دانشمندان اومده تحت تاثیر خودش قرار داره و داستان دیگه. البته قرار اینه بهتون به ساده ترین زبان ممکن بگم. بذارید حرفمون با این مثال باحال براتون شروع کنم. فرض بکنید آقا بهتون یه سنگ دادن، دستم که دارید خدا رو شکر، یه بندم بهتون دادن خیلی راحت، گفتم آقا این سنگ رو با این بنده چی بچرخ. حالا شما چی کار می‌کنی؟ رو قاعدتا میگی بند رو میچسبونی به سنگ و اینو میگیره اینجوری میچرخونیش. حالا یه سوال ازت دارم، اگر بخوای سرعت چرخش رو بیشتر بکنی چی کار میکنی؟ نیروی بیشتری وارد میکنی. آفرین، خیلی باهوشی. حالا آقا ما میایم چی میگیم که نیروی بیشتر باعث میشه شتاب بیشتری بگیره این سنگمون. حالا میبریم کارمون رو تو ابعاد بالاتر. البته به این مثال هنوز کار داریم، تو مراحل بعدی هم باز کار داریم. آقا میایم میگیم که شما این تصویری که ما میذاریم نگاه کن، مدار کره زمین به دور آی خورشیده. خانم بود آقا چی بود داستان؟ من نفهمیدم هیچ. به هر حال حالا آقا این کره زمینه خب میچرخه دیگه، دلیلش هم میدونید، به خاطر گرانش بسیار بالای اونه. حالا این تصویری که روی صفحه میبینید دست من نشون میده خورشید، زمینم سنگ ما رو نشون میده، بینشون هم یه بند شما تصور. حالا طوری نمیشه آقا. خب اینا رو تصور کنم، حالا چی؟ حالا میخوام بهتون بگم که دقیقا داره این اتفاقی که ما با سنگمون داریم، کاری که ما با سنگمون داریم انجام میدیم، دقیقا داره تو تصویرم اتفاق میفته. یعنی که آقا چی؟ برای که بخوام راحت‌تر متوجه بشید بیان یه سوال ازتون بپرسم. آقا اگر خورشید غیب بشه چی میشه؟ آفرین، ما هم پرت میشیم. ما هم غیب نمیشه، ما پرت میشیم. 520 ثانیه طول میکشه که ما متوجه بشیم، یا همون 8 دقیقه 20 ثانیه متوجه بشیم که آقا این داشمون دیگه رفته. به خاطری که خب حالا نور و اینا، این بعد در ویدیوی دیگه باهاتون صحبت بکنم. حالا اگر ما بیایم دستمون رو یهو غیب کنیم، یعنی فرض کنیم میچرخونیم یهو اینجوری کنیم، چی میشه؟ سنگ پرت میشه. پس این دوتا با هم ارتباطشون متوجه شد. حالا میبریم داستان تو مراحل و ابعاد بیشتر و بزرگتر. اگر که بیایم این تصویری که براتون میذارم تصور بکنید، یک کهکشانه که من اومدم یه نقطه رندوم گذاشتم، یه عنوان یه ستاره، مرکزش هم که فرم‌تره، حالا ما میگیم مرکز در نظر بگیریم، اونجا مثلا میگیم که گرانش خیلی بیشتری داره و باعث میشه که این ستاره دورش بچرخه. حالا آقا ما اومدیم یه کاری کردیم، البته ما نه، دانشمندا و فیزیکدانا اومدن چیکار کردن؟ اومدن گفتن که آقا ما میتونیم دو تا روش بتونیم جمع کهکشان آقا بفهمیم دیگه، چه بعد شما نمیدونید. اومدن چیکار کردن؟ یه روشش این بود که مشاهده مستقیم کنن، یه روشش این بود که آقا سرعت چرخشو بفهمن، چرخ ستاره. حالا به یه مشکلی برخوردن و رکب خوردن. چی بود داستان؟ اومدن این کارا رو کردن، دیدن این یکی، البته اینا هر دوتا معتبرن، ولی این یکی و اون یکی 5 برابر اختلافشونه. بازم میگم هر دوتا معتبر بودن. حالا آقا دو تا گروه تقسیم شد. یه گروه اومدن آقا گفتن یه سری سیارک و سیاره و ستاره و اینا هست که نوری از خودشون نمیدن و ما کشفشون نکردیم، برای همین آقا نمیبینیمشون. اوکی، ولی خب اثرشون رو میذارن. یک گروه دیگه اومدن گفتن یه سری ذره هست در مقیاس اتم، خیلی کوچیک و نور آنچنانی از خودشون ندارن، ولی در قرار گرفتن تعداد زیادشون کنار هم باعث گذاشته شدن اثر گرانشی بسیار بالا میشه، ولی بازم نمیتونیم ببینیمشون. برگشتیم به چه کلمه؟ نمیتونیم ببینیمشون. تاریک هم نمیتونیم ببینیمشون، پس ماده تاریک بهشون میگیم. حالا آقا این ماده های تاریک حتما اینا نیستن. ماده تاریک اصلا بعضی میگن ممکنه یه چیزی باشه که داخل خودش جهانی داشته باشه، داخل خودش کهکشانی داشته باشه.
هیچ چیز مشخص نیست، یعنی هنوز مشخص نشده صورت کامل، یعنی اطلاعات خیلی بیشتری از چیزی که بهتون گفتم وجود داره، خیلی بیشتر، این مقاله‌های بسیار زیادی، کتاب‌های مختلف، اما من گفتم که بیام به ساده‌ترین حالت بهتون توضیح بدم. حالا آقا همونطور که میدونید از اون اول داستان این گرانش خیلی موضوع مهمی بوده و همه توجه همه رو جلب می‌کرده، دانشمندای قدیم تا بچه‌های الان. دانشمندای قدیم داداشامون میومد چیکار مثلا نیوتن اومد یه فرمولی داد، بعد چند سال بعد اومد کی اومد؟ آقا آلبرت داداشم دیگه رفیقیم انیشتین اومد چیکار کرد؟ اومد یه نظریه خفن به نام نظریه نسبیت عام. البته موضوعش خیلی طولانی، نمیتونم بهتون چه توضیح بدم. آقا الانم این موضوع که بهتون گفتم کامل طبق چیزی که متوجه شدی همونطور که فهمیدید ربط به گرانش داره، بس هنوزم بحث گرانش کامل نشده و نمیتونیم بگیم 100، پس یه موضوعیه که هنوزم بشریت درگیرشه. حالا آقا شاید بگیم آقا اصلا برام مهم نیست، اوکی، این سیاهه، این ماده تاریکه به چه دردی میخوره؟ حالا بهت میگم طبق چیزی که گفته شده این فهمیدن این ماهیت و اینا به ما کمک میکنه که راحت‌تر تکامل جهان رو بفهمیم و بفهمیم از کجا اومدیم و سلامتی کجا، و درک بهتر از جهان رو برای ما راحت‌تر میکنه. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید، امیدوارم ازش لذت کافی برده باشید و یه چیزی حداقل از چند دقیقه قبلتون بیشتر یاد گرفته باشید. اگر از این سبک ویدیوها دوست دارید حتما بهم بگین که ویدیوهای نجومی و علمی براتون درست بکنم. سعی کردم که امروز به ساده ترین حالت ممکن بهتون ماده تاریک رو توضیح بدم. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید، قربان شما، خدا نگهدار.